سلام، من امیرم. به ویدیو و کانال خودتون خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با هم یک پرونده جنایی رو بررسی کنیم. تاریخ 5 آوریل 2004 یا 5 فروردین سال 1383. ساعت سرقت 8 صبح. مکان سرقت نروژ. رهبر سارقان مردی به نام دیوید توسکا. هدف سرقت پول نقد بوده. این ثروت خیلی دقیق انجام شده. چرا گفته میشه که اینقدر این سرقت دقیق بوده؟ این دزدی در وقتی انجام شده که نروژ در حال آماده شدن برای عیدی به نام عید پاک و صبح روز سرقت یک کامیون پول به مبلغ 56 میلیون کرون یا 8 میلیون دلار حمل کرده و به بانک تحویل کرده. شروع ساعت 6 یک کامیون آتش نشانی دزدیده میشه و در ساعت 7:15 جلوی مرکز پلیس آتش زده پیدا میشه. ون سیاه. ساعت 8 دزدی اصلی شروع میشه. 11 نفر وارد بانک میشن و با اسلحه‌های مانند AK-47 و تپانچه، لباس سیاه و ماسک وارد منطقه میشن و با تهدید کارکنان آنها را وادار به خوابیدن روی زمین میکنه. بعد از آن اتاق گاوصندوق را که با شیشه های ضد گلوله محافظت می شود را با یک پتک و 13 تیر فرو می پاشند. برای اینکه شیشه بشکند حدود 7 دقیقه به شیشه ضربه وارد می کنند و بعد شروع به برداشت پول می کنند. حدود 10 دقیقه برداشت پول طول می کشد و مجموع پولی که برداشته شده 56 میلیون کرون یا همون 8 میلیون دلار خودم. و کمی بعد از برداشت پول پلیس های محلی وارد محل سرقت میشه. واحد پلیس محلی سریعا خودش رو به محل میرسونه و وقتی که همه پلیس ها رسیدن درگیری رخ میده و افسر آرن با شلیک مستقیم کشته میشه. سارقان با 2 خودروی ون سیاه فرار میکنن و از شهر خارج میشن. این سرقت ادامه داره و لطفا این ویدیو رو بالای 5 لایک برسونید که من این همه وقتم گذاشتم و حداقل بالای 2 ساعته که دارم این ضبط رو انجام میدم. اگه میشه این ویدیو رو حداقل بالای 5 لایک برسونید و کانال ما حمایت کنید. خیلی ممنونم از شما که وقتتون رو گذاشتین و ویدیوهای ما رو نگاه کردید. اگه میشه ویدیوهای ما رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. خیلی ممنون و تا ویدیو بعد خدا نگهدار.